أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، همه حمد و ستایش از آن الله سبحانه و تعالی هست. حمدش میگوییم و از او طلب کمک میکنیم و از او طلب استغفار میکنیم. تنها از او الله یکتا و تنها، و به او الله سبحانه و تعالی پناه میبریم از بدی نفسمون و از بدی اعمالمون و از بدی همه چیزهای بدی که وجود دارد. هر کسی را که الله هدایت کرد گمراه کننده نیست. هر کسی را که الله گمراه کرد هدایت کننده نیست. شهادت میدهم که نیست معبودی بر حق بجز الله، یگانه است، شریک ندارد، و شهادت میدهم که محمد بنده و رسول الله هستند. و درود و صلوات به ایشان صلی الله علیه و سلم. ای آنانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید به الله و به رسولش و به کتابش. آن کتابی که نازل کرد به رسولش که این قرآن است، کتابی که پیش از قرآن به دیگر کتابهای نازل شده ایمان بیاورید. هر کسی که کفر ورزد به الله کافر شود، به ملائکه ها، به کتاب ها، به رسول ها و به روز آخرت کافر شود، بداند که در حقیقت گمراه شده است. گمراهی سخته. بدانید ای مردم، ای آنانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید. ای آنانی که ایمان آوردید، اگر یکی از شما مرتد شود در حالتی که مسلمان بود، به شکننده اسلام واقع شود و بریده واقع شود، از دینش بیرون شود، الله بجای این مرتد شده از دین برآمده دیگر قوم‌های را می‌آورد که الله را دوست می‌دارند و الله هم اونها را دوست می‌دارد. و این قوم نو آمده که الله را دوست می‌دارند و الله اونها را دوست می‌دارند خاکسار هستند در حق مؤمنین و عزتمند و سختگیر هستند در حق کافرین. در راه الله جهاد میکنند و از ملامت هیچ ملامت کننده نمیترسند. این فضل الله هست، به کسی خواهد میدهد. موحد بودن فضل الله هست، به کسی خواهد میدهد. و الله واسع علیم است. ای مسلمان ها،
اگر یکی از شما مرتد شدید و به شکننده های اسلام واقع شدید و از دین بیرون شدید و در همین حالت کسی بمرد که کافر است، بداند در حالتی کافر مرده، بداند که فاولئک حبطت اعمالهم، عملهایی کرده شما همش بیهوده بود، نابود شد. 1000 ثواب را کردید اما در آخر به کفر واقع شدید، به شکننده واقع شدید، کافر وفات کردید. عمل شمایی که در این دنیا کردید همش نابود شد و جای این چنین انسان جهنم است و این انسان اصحاب نار است و بدانید که ابدالابد در آتش جهنم باقی خواهد ماند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که دینش را تبدیل می دهد، به شکننده اسلام واقع می شود و کافر می شود، حکمش قتل است و فقتلوه. پس بدانید بهترین کلام، صادقترین کلام، کلام الله است. بهترین راه و رویش و هدی و راه و رویش و منهج و هدی رسول الله است. و بدترین کارها چیزهای نو پیدا شده است و همه چیز نو پیدا شده بدعت است و همه چیز بدعت گمراهی، ضلالت، عاقبتش نار جهنم است. اما بعد، برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه اول از شرح و بیان کردن نواقض الاسلام است و در این حلقه ما به شما مقدمه را ذکر میکنیم، زیرا که هر یک علم پیش از آموختنش به خود مقدمه دارد، پیش گفتار دارد. علما در آموزش هر یک علم 10 چیز را بیان میکنند و میگویند ان مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمره ونسبته وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع. مبدأ و سرشوی آموزش علم 10 چیز است. حکم آموختن حکم همون چیز، حکم نواقض الاسلام، آموزش حکم نواقض الاسلام. نواقض الاسلام چی موضوع دارد، کی نوشته، چی میوه دارد. انا این مقدمه است که ما حالا به شما بیان میکنیم. اولا کتابی که ما اختیار کردیم این کتاب نواقض الاسلام است و مؤلفش محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالی، شیخ الاسلام مجدد الدین رحمه الله هستند که سال 1115 هجری تولد شده و 1206 وفات کردند. و اولین مقدمه ما در باب نواقض الاسلام این است که انا همین نواقض الاسلام چی معنی دارد. علی بن خدیر الخدیر در کتاب شرح نواقض الاسلام بیان میکنند و میگویند که کلمه نواقض از بارک الله فیکم جمع فاعل بوده، فواعل، و مفردش ناقض است، معنایش مبطل المفسد. در لغت زبان عربی ناقض یعنی مبطل کننده، باطل کننده، فاسد کننده و ویران کننده و شکننده می آید. اما انا همین کلمه ناقض در اصطلاح شریعت میگند همون بارک الله فیکم مجموعة من الاحکام تفسد اسلام المرء اذا ارتكبها. مجموعه از احکام، عملهایی که یا که بگیم مجموع از احکامی که عبارت است از عمل است، قول است، اعتقاد است، شک است، مجموعه از احکام که اسلام انسان را فاسد می کند، باطل می کند، می شکند، نابود می کند زمانی که انسان همون احکام را به وجود بیارد. علمای دیگر گفتند ناقض مفرد نواقض است. نواقض این یعنی جمع ناقض است، شکننده های اسلام گفتند. نواقض یعنی مبطلات، مفسدات، شکننده های اسلام.
همون عملهایی که انسان وقتی که انجام میدهد، خواه زبانن، خواه اعتقادن، خواه عملن، خواه شکن، سبب می شود که انسان را کافر بکند و از دایره اسلام بیرون بکند. انامین را نواقض الاسلام میگند. اسلام معروف است. اسلام همون دین است. دین اسلام که در حالت تنها آمدنش کلمه اسلام هم ایمان، هم لا اله الا الله، هم توحید را در بر میگیرد. شکننده های اسلام یعنی همون عملهایی که، همون چیزهایی که می شکند، نابود میکند، باطل میکند، بیکار میکند. چرا؟ اسلام را، ایمان را، توحید را، و انسان مسلمان را بیرون میکند از دایره اسلام و کافر میشود. مسلمان کافر میشود. در دین اسلام بود، در دین کفر واقع میشود. همین را نواقض الاسلام میگند. زیرا کلمه اسلام معروف است. اسلام این الاستسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرك و اهله. انقیاد کردن به توحید، توحید به جا آوردن، یعنی تسلیم شدن به توحید. الاستسلام لله بالتوحید و پابند بودن و عمل کردن به توحید و براءت کردن از شرک و مشرکین. اسلام همین است. کسی که به شکننده اسلام واقع شد، همین چیزاش گویا که نابود شد. نواقض الاسلام اون چیزهایی که ما در آینده می آموزیم، یعنی شکننده های اسلام است، به زبان فارسی و تاجیکی من و شما. این بود نام کتاب و معنای نام کتاب، و این بود مؤلف کتاب که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. کتابی که حالا ما از همون کتاب شکننده های اسلام را بیان میکنیم، این کتابی نواقض الاسلام که معنیش را بیان کردیم، نوشته محمد ابن عبدالوهاب است. محمد ابن عبدالوهاب النجدی الدرعی رحمه الله از سن جوانیش، جوانی که به توحید چنگ زده، توحید را آموخته و در باب توحید کتاب‌های زیادی را نوشته، جد و جهد و جهاد با کفار مشرکین طاغوت پرستا کرده، هم زباناً دعوت کرده، هم عملاً دعوت کرده و هم قلماً دعوتش را تعلیم داده. عالم ربانیه که در زمان خود مثیل نداشت. عالم ربانیه که قبوری ها را انکار کرد، قبر پرستیشون را، طاغوت ها را انکار کرد، طاغوتیشون را، و مبارزه سخت بر علیه کفار مشرکین اعلان کرد. زمانی که محمد ابن عبدالوهاب تولد شدند، در همون منطقه در جزیره، حالا ریاض میگویند، پایتخت عربستان سعودی، حالا مردم چنان به جهالت رسیده بودند که قبر پرستی، درخت پرستی میکردند. حتی آمده است که زنها، دخترها اگر بی شوهر مانند، به همون درخت های خرما، نخل میگند، به نزد درخت خرما رفته در گیردش دور میزدند و میگفتند که ای درخت خرما، ای درخت خرما، بر من شوهر را نصیب کن، مرا خوشبخت کن. گویان درخت پرستی میکردند یا از قبر طلب میکردند و عقیده صحیح، توحید در این منطقه نابود شده بود. شیخ الاسلام از پدرشان که عالم حنبلی بود تعلیم گرفته و بعد از این از منطقه علمای خود و بعد از این سفر میکنند به مکه و مدینه و شام و عراق، و در عراق بغداد کتابی را می نویسند و کتابشان این کتاب نوشته توحید بود. قول راجح همین است که محمد ابن عبدالوهاب کتاب توحید را در عراق نوشته بودند پیش از شروع کردن دعوت و ساختن دولت. و بالاخره بارک الله فیکم، بعد از آموزش دین، بعد از نوشتن این کتاب ها به علمای 4 مذهب در بغداد در عراق پیشنهاد میکنند. علمای همه مذاهب این کتاب را، علمای محققین، بهترین کتاب است میگویند و این چنین بعد از این می آیند به منطقه خود شروع میکنند به دعوت کردن. اذیت میبینند، آزار میبینند، اما بالاخره الله سبحانه و تعالی به شیخ الاسلام
مجدد دین رحمه الله نصرت را توفیق می دهد و نصرت می یابند. یک حکومت را تشکیل می کنند که حکومت اسلامی با منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگانش تطبیق قرآن و سنت، تطبیق توحید بود. و این چنین کتاب‌های را می نویسند، کتاب اصول الثلاثه و کتاب کشف الشبهات، کتاب اصول الایمان، کتاب توحید، کتاب مفید المستفی حکم تاریک التوحید، کتاب نواقض الاسلام و غیر از این کتاب‌های زیاد، رساله‌های زیاد، رساله در کفر بالطاغوت، در براءت و غیره. رحمه الله رحمتا واسعه. و در این منطقه شرک و بدعت و خرافات بوده را نابود میکنند و به جایش توحید را زنده میکنند. انمین است مجدد دین. مجدد دین همون کسی که در یک منطقه که دین فراموش شده بود گشته دین را دومین مراتب زنده میکند. جایی که توحید نبود توحید را دومین مراتب میرساند. این حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الله لا يبعث لهذه الامه في رأس كل 100 سنه ما يجدد لها دينها. الله سبحانه و تعالی به این امت در سر هر 100 ساله یک عالم را میفرستد که دین فراموش شده را گشته به مردم میرساند و تجدید دین میکند. رحمه الله عالم بودند، هم نوشتند، هم جنگیدند، هم تطبیق کردند، هم زبانن گفتند. و این بود. بله. و یکی از کتاب‌هایی که نوشتن همین کتاب نواقض الاسلام بود. و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در سال 1206 هجری وفات کردند. 1115 تولد شدند، 1206 وفات کردند. صاحب کتاب شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله رحمتا واسعه هستند. نام کتاب نواقض الاسلام است، شکننده های اسلام است. اما شرح این کتاب را کی کرده؟ این کتاب را زیاده از 10 علما شرح داده. در نزد بنده زیاده از 20 شرح علما وجود دارد. علی ابن خدیر الخدیر شرح داده، ابن باز شرح داده و ناصر الفتح قسما شرح داده. خالد المرض الغامدی در 1800 صفحه شرح داده. عبدالعزیز الطریفی شرح داده. تمام علما شرح داده. الله اکبر. مثلا سلیمان العلوان شرح داده. و درس ما اصلش از کتاب علی ابن خدیر الخدیر است و فایده ها را از دیگر کتاب ها ذکر میکنیم. به خاطر اینکه دیگر کتاب ها خیلی طولانی است، مقصد ما از این درس مختصرا عمیق و دقیق فهمیدن شکننده های اسلام است. بعد از این که ما مختصرا شکننده های اسلام را از کتاب می آموزیم، بعد از این بینهایت درس های طولانی را در باب شرک شروع میکنیم. زیرا که چگونه که توحید را می آموزی، شرک را هم همچنین باید وسیع بیاموزی. بارک الله فیکم. پس این بود نام کتاب، این بود مؤلف کتاب و این بود بارک الله فیکم شرح دهنده های این کتاب. بله، نواقض الاسلام را آیا اولین بار محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله نوشتند؟ نه، بلکه نواقض الاسلام در 4 مذهب اهل سنت و الجماعه مذهب فقهی وجود دارد. همه کتاب های فقهی که 4 مذهب نوشته اند، بمانند المبسوط للسرخسی مذهب حنفی، بدائع الصناع للکسانی، نظر بکنید کتاب هایی که مطولات است، خیلی طولانی است، 15 مجلد و 20 مجلد است. باب حکم المرتد دارند. حکم مرتد کی؟ کسی که به اسلام داخل شد اما به از شکننده اسلام واقع شد و مرتد شد. حکم مرتد در کدام عملها انسان مرتد می شود؟ مذهب ابو حنیفه خیلی هم در این مسئله وسیع و مطول و دور و دراز نقل کردند. و این چنین در مذهب احمد بن حنبل، شافعی، مالک رحمهم الله رحمتا واسعه، حکم مرتد یا که باب در بیان مرتد ذکر شده
و همه علما اتفاقا شکننده های اسلام را در همونجا ذکر کردند. اما محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله از درون همین شکننده ها، از درون کتاب فقه، این شکننده ها را مختصر برای آسان فهمیدنش علاهیده در یک رساله جداگانه ذکر کردند. دیگر یگون کاری نکردند. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله از پیش خود این چیز پیدا نکردند. چیزی نوشته شده را به طرز آسانتر و ساده فهمتر به یک رساله علاهیده دسترس به همه با ذکر و حجت و دلیلش و از درون شکننده های اسلام، نواقض اسلام، از همه مهمترین نواقض هایی که به اجماع نقل شده است ذکر کرده. زیرا که نواقض های هم به دو قسم تقسیم می شود. نواقض الاسلامی که اجماع دارد و نواقض الاسلام هایی که اجماع نشده در بالاش اختلاف شده. نواقض الاسلام این کتابی که امروز ما میخونیم اجماع 10 شکننده اسلام که از اول تا آخرش اجماع دارد. همه علما اجماع کردند. سوال دیگر این است که آیا شکننده اسلام فقط 10 تا است؟ خیلی که محمد ابن عبدالوهاب ذکر کردند یا که از این هم عددش زیادتر است؟ بله، عدد نواقض الاسلام خیلی زیاد است. شکننده های اسلام عددش زیاد است. خیلی که شما می توانید در همه کتاب های فقهی 4 مذهب در باب حکم المرتد نظر بکنید. حتی بعضی از علما این را به 400 نواقض الاسلام رسانیده، بعضی ها 100 و 200 نقل کرده. اما این 10 نواقض الاسلام بزرگترین نواقض است که خود شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگویند که من از درون شکننده های اسلام از همه مشهورترین و معروفترینش را گرفتم که تا بدانید که این نواقض الاسلامی که من ذکر کردم همش به اجماع هست و دیگر نواقض ها، دیگر شکننده ها به زیر این شکننده واقع می شود. بارک الله فیکم. پس از همین جهت فهمیده می شود که اولین کسی که شکننده اسلام را نویست این سلف صالح بودند. سلف صالح رحمهم الله در زمان خودشون در همین قرون مفضله آشکار و واضح به مسلمان ها بیان می کردند که انا این عملهای شکننده دین است، شکننده اسلام است، خودداری بکنید. بارک الله فیکم. اما این 10 شکننده که محمد ابن عبدالوهاب آوردند خیلی معروف، مشهورترینش است و اغلب این شکننده ها در الوهیت است، در باب الوهیت است. از همین 10 شکننده هایی که ما انشاء الله سبحانه و تعالی در آینده می آموزیم می بینید که بسیارترش، اغلبش در باب الوهیت است، شکننده توحید الوهیت است. بله، از این 10 شکننده نواقض در باب ربوبیت هم وجود دارد، در باب رسالت هم وجود دارد. شکننده های رسالت توحید متابعت را می شکند، توحید ربوبیت را می شکند، لیکن اغلبش شکننده های توحید الوهیت است. برای همین شما باید بیاموزید، زیرا که امروز مشکلی اون کسانی که خود را به اسلام نسبت می دهند، مشرک منتسب هستند یا منتسب هستند، خود را به اسلام نسبت می دهند، شرکشان در الوهیت است. آنها مشرک در الوهیت شدند، در ربوبیت مسلمان هستند، در پیروی مسلمانی می کنند، اما در الوهیت یکتا پرست نیستند، غیر الله را به الله برابر کردند، مشرک شدند، یا که طاغوت پرست شدند یا لشکری طاغوت شدند. از همین جهت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله این 10 شکننده ها را مختصرا ذکر کردند از درون صدها شکننده و گفتند که کلها من اعظم ما یکون خطرا و من اکثر ما یکون وقوعا. این 10 شکننده ها بزرگترین شکننده های هست که از همه بزرگترین خطر در همین 10 شکننده است و بزرگترین 10 شکننده که امروز هست اکثر انسان ها، بسیاری انسان ها به یک از همین 10 شکننده ها اسلام کافر می شوند. خودشون نفهمیده به یک از همین 10 شکننده واقع می شوند. بسیاری مشرکان ببینید همین شکننده ها اسلام به واقع شده است. یک شبه
زیرا که این مسئله بزرگ است، بزرگترین شکننده های اسلام است. و محمد ابن عبدالوهاب هم رحمه الله گفتند که اینها شکننده اسلام است. مسئله دیگر این است که آیا جهل، فراموشی، تقلید، تأویل در این 10 شکننده اسلام عذر است یا نیست؟ یعنی این 10 چیزی که ما در آینده بیان میکنیم انسان را کافر میکند، مشرک میکند، از اسلام بیرون میکند. اگر جاهل باشد چی؟ اگر ندانسته به این شکننده های اسلام واقع شود، فراموش کرده یا که جاهل شده یا تقلید کرده یا که تعویل کرده. جهل، نسیان، تقلید، تعویل در این نواقض 10 گانه عذر نیست. علی بن خدیر سخن محمد بن عبدالوهاب را می آورند در صفحه 1 شرح نواقض الاسلام و می گویند: اما النواقض المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة من هذه العشرة فإنه لا يعذر بالجهل فيها. اما نواقض الاسلامی که مجمع علیه است، به بالاش اجماع شده است که این شکننده اسلام است و دانستنش در دین معلوم من الدین بالضروره است. دانستن انمی شکننده اسلام در دین ضرور است، فرض است که باید تو بیاموزی و بفهمی. فإنه لا يعذر بالجهل فيها. هیچ کسی در واقع شدن به این کفر و شرک در این شکننده اسلام جهلش برای او عذر نیست، تقلیدش، جهلش، تعویلش عذر نیست. و اما الاکراه، اما اکراه میگند این کان ملجئا فانه عذر. یعنی اگر اکراه حقیقی باشد، اکراهش ثابت شده و به سبب اکراه به همین چیزها واقع شده باشد، عذر است. زیرا که الله سبحانه و تعالی گفت: فمن کفر بعد ایمانه، هر کسی که بعد از ایمانش کافر شود، به کفر واقع شود، عملها، سخنها، اعتقادها که به کفر است، از کفر است واقع شود، همون انجام بدهد، کافر است، بجز کسی که اکراه داشته باشد. پس علی ابن خدیر گفتند رحمه الله که بجز اکراه. اما در دوامش گفتند: و اما الهزل فلیس بعذر. هزل و شوخی هم در این 10 شکننده اسلام عذر نیست. یعنی در توحید هزل و شوخی کردی، در بارک الله فیکم در باب شرک هزل و شوخی کردی، در باب الله و رسول هزل شوخی کردی، یا که هزل شوخی کردی و سجده به غیر الله کردی، هزل شوخی کردی و دشنام الله و رسول دادی، هزل شوخی کردی و دعوای علم غیب کردی، هزل شوخی کردی و من مشرک مسلمان میدونم گفتی، کافر شدی. زیرا که هزل و شوخی در این مسائل جهلش عذر نیست. و علی بن خدیر میگن که وقد اشار الى ذلك المصنف في آخر الرسالة فقال، همانا که مؤلف در آخر همین کتابی نواقض الاسلام اشاره کرده، گفتند که خودی محمد ابن عبدالوهاب شیخ الاسلام گفتند: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الجاد والهاذل والخائف غير الملجئ الا المكره. هیچ فرقی نیست در همه این شکننده هایی که در این کتاب ذکر می شود، 10 شکننده، بین آدمی که جدی این عمل را انجام داد، دیده و دانسته، یا که هزل و شوخی کرده، یا که نافهمید، یا که ترسیده، بجز اکراهی که در حالت ملجئ باشد. یعنی بجز اکراه، کسی که اکراه نشده به شکننده های اسلام واقع شده مشرک است، کافر است. کسی که به شرک اکبر واقع شد، کسی که دشنام داد الله و رسول را، کسی که مشرک را مشرک نگفت، کسی که دیده و دانسته، بله دیده و دانسته در مسئله سومین شکننده اسلام، مسئله سومین شکننده اسلام، علی بن خدیر و همه علما اجماع را نقل میکنند که در اینجا میگن جهل عذر است. کسی که مسلمانی منتسب را تکفیر نکند جهل عذر است. بگویم مسلمانی منتسب به این معنی که مشرک منتسب، یک مشرکی که خود را انتساب به اسلام میکند، یک کسی دیگر او را تکفیر نکرد،
اگر عالم طالب علم باشد کافر است گفتند، اگر آدم عادی باشد اول حجت رسانده میشد. اما کسی که یهود و نصارا و اون کسایی که در دیگر دین هستند، در دیگر دین غیر اسلام هستند، تکفیر نکند، کافر است. زیرا از سخن این علما میبراید و بعض از علما با آشکار گفتند که تکفیر در یهود، تکفیر یهود و نصارا و مشرکین گفتند این اصل است، تکفیر نکردی جهل عذر نیست، یک بار کافر استی. اما در منتسب جهل عذر است گفتند. والله اعلم. ما در آینده این مسائل بیان میکنیم. بارک الله فیکم. سوال اینجاست که آیا این شکننده های اسلام همه اش اعتقادی هست؟ این 10 شکننده اسلام همه اش اعتقادی نیست، بلکه این شکننده های اسلام هم اعتقادی هست، هم شکننده از جهت عمل است، عملی هست، هم زبانی هست. و مذهب اهل سنت و الجماعه همین است که اسلام انسان می شکند به واسطه 4 چیز. یا به واسطه اعتقاد، کسی که اعتقاد کفری کند یا اعتقاد شرکی بکند اسلامش می شکند. یا به واسطه قول، سخن، یگان سخن کفری یا شرکی رو میگوید کافر می شود. یا به واسطه عمل، ذبح به غیر الله کرد، طواف به قبر کرد، سجده به غیر الله کرد. یا به واسطه شک میکند، یا در اعتقاد شک میکند، یا به زبان یا غیره. عموما شک محلش اعتقاد است که شک میکند. شک تردد است، احتمال دارد. یک انسان تردد میکند، شک و شبهه میکند در باب توحید، پس این کافر است. از همین 4 جانب اسلام به شکننده واقع میشود. این رد است به جهمی های زمانه، عازری های زمانه. جهمی های زمانه میگویند که انسان فقط به واسطه اعتقاد کافر می شود. یا شکننده های اسلام فقط اعتقادی است، عملا قولا هیچ کسی کافر یا مشرک نمی شود. این اعتقاد جهمی ها است، مدخلی ها، حزبی ها، سروری ها، عازری ها. انا همین است. اما مذهب صحابگان، تابعین، تبع تابعین، اهل السنت والجماعه همین است که انسان هم به عمل، هم به اعتقاد، هم به زبان، هم به شک کافر می شود. یک انسان اعتقادش خوب است، بهترین است، اما می رود یک عملی کفری را انجام می دهد. اعتقادش بهترین است، خوب است، اما الله دشنام می دهد، کافر است، کافر شد به واسطه زبانش و به واسطه عملش. ما نمیگیم که اعتقاد این خوب است، این مسلمان است، نمیگیم. اینها کفرهای مستقل است. زبان یک مکانی است که از اینجا کفر مستقل میبرد، عمل این یک کفر مستقل است، اعتقاد این یک کفر مستقل است و شک کفر مستقل است. بارک الله فیکم. به این مسئله خوب دقت بدید. و این سخن رد است به همون جهمی هایی که مکفر، همون نواقض الاسلام را فقط به اعتقاد میگند. برای همین در نزد مدخلی ها، در نزد عازری ها، این شکننده های اسلام هیچ قدری ندارد. کلمه الاسلام، نواقض الاسلام گفتیم. نواقض الاسلام نام کتاب است، نام موضوع هم همین است، شکننده های اسلام. به همون کلمه اسلام الف لام پیوست شد، گفتند نواقض الاسلام. لام، الف لام چی شد؟ به کلمه اسلام پیوست کرده شد، الاسلام. تقدیر را تقدیر اللام میگند. مقصد از اسلام کدام اسلام است؟ آیا دین اسلام را میشکند یا که اسلام انسان را میشکند؟ علی ابن خدیر رحمه الله به این سوال جواب میدن و میگن که المصنف رحمه الله قطعا ما قصد الاستيعاب ولذلك فليس كل هذه النواقض هي كل نواقض الإسلام، إنما الإسلام يقصد إسلام الشخص لا إسلام المقصود به الدين. النواقض أي التي تفسد إسلام الشخص لو أتى بواحد منها. الف لام پیوست شد به خاطر اینکه معرفه کند، تعریف کند که یعنی هر کسی که یکی از همین شکننده ها را انجام داد یا به یکی از همین شکننده های اسلام واقع شد، اسلامش می شکند، یعنی کافر می شود. خودی اسلام نمی شکند. اسلام دینه که هیچگاه هیچ کسی شکسته نمی تواند. اما در انسان اسلام دیگر باقی نمی ماند وقتی که به یکی از این شکننده ها دست می زند.
بارک الله فیکم. اهمیت و مکانت و درجه آموختن شکننده های اسلام. برادرانم و خواهران مسلمانم، آموزش شکننده اسلام خیلی اهمیتی بزرگ دارد. بزرگیش این است که وقتی که این شکننده ها را نآموختی، سبحان الله، می شود که از سبب جهل به همین شکننده ها واقع بشوی. کسی که شکننده های اسلام را نمیداند، این به مانند کسی هست که وضو را آموخته است اما شکننده های وضو را نمیداند. نماز را آموخته است اما شکننده های نماز را نمیداند. روزه‌داری را آموخته است اما شکننده های روزه را نمیداند. حج را میکند اما شکننده های حج را ندارد. هر یک چیز به خود شکننده دارد. هر یک چیز به خود شکننده دارد، خواه مسائل دینی خواه مسائل دنیوی. و همون اسلامی که انسان به اسلام داخل می شود، این چنین به خود شکننده دارد. الله اکبر. برای همین بعضی از علما می گفتند، علمای نجد، که داخل شدن به اسلام آسان است. الدخول فی الاسلام یسیر والخروج منه اسرع منه بکثیر. داخل شدن به اسلام خیلی آسان است و زود است. وقتی که میگویی که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله گفته، وقتی که معنیش رو فهمیدی، به زبانت گفتی، داخل به اسلام شدی، زود داخل میشوی. در مدت 5 دقیقه نه، 2 دقیقه، 1 دقیقه به اسلام داخل میشوی. اما بدون که خارج شدن از اسلام هم خیلی زودتر است و خیلی تیزتر از داخل شدن است. اگر داخل شدن به اسلام زود باشد، خارج شدن از این هم زودتر است. انسان خارج شده میماند، نمیفهمد، به یک کلمه، به یک سخن، به یک عمل. بارک الله فیکم. از همین جهت می آموزی تا که خودت را حمایت بکنی. کسی که وضو را آموخت که فرضیت وضو این است، اما ندانست که باد برآوردن وضو را می شکند، حاجت خانه رفتن وضو را می شکند، پس این وضویش شکند هم بیخبر میماند، نمیفهمد. باد برایت هم نه وضوی هم هست گفته میگردد. نماز خوندهش باطل می شود. در بین مسلمان ها گشته، جهلش عذر نیست. برادری عزیزم، اگر همین وضو به خودش شکننده داشته باشد، اگر شکنندهش رو ندانی و انجام تی وضویت بشکند، بدون که اسلام چقدر بزرگ است. اسلام به خودش شکننده دارد. چه خیلی که شکننده وضو را آموختنش فرض است، شکننده اسلام را آموختنش از این دیده فرضتر است. همه علمای اهل سنت و الجماعه اجماع میکنند که آموختن شکننده های اسلام فرض است. پس حکم آموزش شکننده اسلام چی است؟ فرض است. زیرا که توحید بدون آموزش شکننده اسلام به وجود نمیاد که این شرک است و کفر است. آدم انسان موحد نمی شود تا همون زمانی که کفر شرک آموخته و اون انکار نکند. انسان از کفر شرک دور شده نمیتواند تا زمانی که نآموزد. از همین جهت بعضی از علما گفتند که تعلمت الشر لا للشر بل للتوقیه. من بدی را، چیزهای بد را تعلیم گرفتم نه به خاطر اینکه این چیز بد است و باید آموخته شود و نه، بلکه به خاطر این چیزی بد را تعلیم گرفتم که از همین خودم را دور بگیرم. نواقض الوضو را، شکننده های وضو را تعلیم گرفتی به خاطر چی؟ به خاطر آن که خودداری کنی یا وقتی که وضویت شکست از نو وضو بکنی تا که نمازت صحیح بشود. شکننده های نماز را تعلیم گرفتی به خاطر اینکه نمازت را نشکنی و نمازت صحیح درست باشد و در نزد الله نمازت نماز بشود. شکننده روزه را تعلیم گرفتی تا که روزت روزه باشد. شکننده حج را تعلیم گرفتی تا که به شکننده حج واقع نشوی. این چنین شکننده اسلام را تعلیم بگیر تا که به شکننده اسلام واقع نشوی. چقدر زیادند انسان‌هایی که به کفر و شرک امروز دست میزنند به شکننده اسلام واقع شده و خودشان بیخبر هستند، نمیدانند، خود را مسلمان گفته میگردند، اما اینها کی هاست که کافر شده اما مشرک شدند.
هر قبر پرسته، هر طاغوت پرسته امروز دعوای مسلمانی را دارد، مشرک است، کافر است، نمیداند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شکننده های اسلام را نآموخت و نمیداند، اما کافر است. زیرا چی خیلی بیان کردیم، جهل در این مسئله عذر نیست. بارک الله فیکم. از همین جهت آموزش این علم فرض است به هر یک مسلمان، به هر یک مسلمه، مرد زن، به همه. بارک الله فیکم. شب روز باید کوشا باشید، آموزید و در این مسائل به اهمیت نباشید. حالا مختصرا میوه های آموزشی نواقض الاسلام را بیان میکنیم. آموزشی نواقض الاسلام به ما چی فایده میدهد؟ اولا فایده میدهد، اولین فایده این است که عقیده ات را صحیح میکند و آموزشی نواقض الاسلام سبب میشود که تو به همون منهج صحیحی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند در اساس دو وحی قرآن و سنت عمل کنی، به منهج سلف صالح. دوما فایده دومش این است که جانب اهل حق را میگیری و جانب اهل باطل را انکار میکنی. این حراف شده ها، واقع به گمراه شده ها را انکار میکنی. زیرا که همه خوب میدانیم که اسلام و حق، اسلام حق، اسلام حق و کفر و شرک در یک جا جمع نمی شود. این ضرور است که از همدیگر باید جدا بشود. الله خودش گفت فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. کفر به طاغوت ورزید، ایمان به الله آورد. یعنی انکار کرد و ایمان آورد. نواقض الاسلام را آموختی، پس انکار میکنی و جانب توحید را سخت میقپی. سومین فایده آموزشی شکننده های اسلام این است که همین نواقض الاسلام آموختنش سبب می شود که اساس و مهمترین مسائل دین را حفظ بکنی، خودت را حمایت بکنی، عقیدت را حمایت بکنی، دینت را حمایت بکنی و همیشه در راه صراط المستقیم باشی. به این کفر و شرک راه شیطان است نروی. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سوره الانعام را تفسیر کردند و گفتند که اینو آیت را تلاوت کردند که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. ای محمد بگو، الله میگه همین از صراط مستقیم. صراط المستقیم توحید است. فاتبعوه، به توحید متابعت کنید. ولا تتبعوا السبل، پیروی به این راه و راهچه ها، به این شکننده های اسلام نکنید که از دینتون بیدین میشوید. آموختن شکننده های اسلام فایده چهارمش این است که تو را از نزدیک شدن به این شرک باز می‌دارد. انجام دادن نزدیک شدن. ببینید حدیثی صحیح است. حذیفه بن الیمانی رضی الله عنه روایت می‌کند. حدیث در سنن و مسند روایت شده که میگند كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. صحابه ها رضی الله عنهم از پیامبر می رفتند و مسائل خوبی را، نیک را می پرسیدند، چیزهای خوبی نیکی را. حذیفه ابن الیمانی میگن که من به نزد رسول الله می رفتم و از چیزهای بد سوال می کردم. كنت اسأله عن الشر، از شرک، از کفر، از رده، از نفاق. به خاطر چی؟ تا که من به همون چیزهای بد واقع نشوم. بله، اگر بد را بد بودنش را دانستی، کفر را کفر بودنش را دانستی، شرک را شرک بودنش را دانستی، بعد به همون واقع نمیشوی. وقتی که ندانستی به شرک و کفر واقع میشوی، اما جهل عذر نیست. تو باید بدونی. تو برای همین خلق شدی که یگانه الله را عبادت بکنی و عبادت غیر الله را شرک و کفر دانی. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یوحدون. انمین است منهج صحابگان رضی الله عنهم که بدی را می پرسیدند، چیزهای بد از پیامبر سوال می کردند، می آموختند به خاطر اینکه با بناگاه به همین چیزی بد واقع نشوند. و امروز
من و شما هم می آموزیم تا که به همین شرک واقع نشویم، چیزهای بد را بیاموزیم و خودداری بکنیم. کسی که جاهلیت را نمیداند، کفر و شرک زمان جاهلیت را نمیداند، البته اسلامش ریسمان بر ریسمان نابود میشود. خیلی که عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگن یوشک ان تنقض عرى الاسلام عروه اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلیه. همین خیر روز میشود که میگن اسلام ریسمان میشکند در نزد کی؟ در نزد همون کسانی که در اسلام نشأت یافتند جاهلیت رو نفهمند. یعنی کسی که کفر شرک رو نآموزد اسلامش زینه به زینه، ریسمان به ریسمان نابود میشد و خودش بیخبر میماند. و این شکننده های اسلام همه اش اغلبش به حیات روزمره مسلمان تعلق دارد، حیات عملی. از همین جهت اگر وقت نآموختی عملا به شرک واقع شدن ممکن است. پس بارک الله فیکم، امروز ما میبینیم که بسیاری از انسانهایی که به شرک واقع شده اند سببش همین است که جاهل ماندند در بالای نواقض الاسلام، نفهمیدند نواقض الاسلام را، از همین جهت به نواقض الاسلام واقع شدند. پس این بود حکم آموزشی بارک الله فیکم نواقض الاسلام. با همین این حلقه اول و این مقدمه را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به اولین صفحه کتاب و به شرح و توضیحش وارد خواهیم شد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.